پوتین رئیس جمهور روسیه نه فقط در کشورش بلکه در اکثر کشورهای پسا شوروی یک سیاستمدار به ویژه برای مردم عادی صاحب اعتبار باقی میماند. در برخی کشورها اعتبار یا ریتینگ پوتین حتی با رهبران اول این کشورها سبقت میکند و در خود روسیه ریتینگ پوتین از مرز بی‌سابقه 80% گذشته با تعبیر مؤلفان مطلب در واشنگتن پست به استراتوسفر یعنی قبط سوم اتمسفر یا با عبارت تاجیکی اگر بگوییم به فلک رسیده است. بحران اوکراین که ماشین تبلیغات او و حکومتش در تلویزیون‌های دولتی روسیه را سرعت بی‌سابقه داد، اعتبار پوتین را ظاهراً حتی بیشتر کرده است. در تاجیکستان نظرسنجی درباره میزان اعتبار یا محبوبیت پوتین انجام نشده است، ولی از بحث‌های اینترنتی و صحبت‌های مردم عادی در کوچه و خیابان‌ها برمی‌آید که بسیاری‌ها از او هواداری می‌کنند. چطوری که ناتو می‌خواهد که به طرف شرق طرف گسترش یابد و موقع خودش مستحکم کند، روسیه را همچون دولتی مستقل و دولتی گویم راهبر روسیه راهبر گویم خیلی دانا و ابرقدرت میخواهد که همه طرفه جهت امنیت و اقتدار روسیه را گویم در برابر حریفانش حفظ نماید. روسیه فکر کنید در چه احوال بود، در چه احوال انا کن حاضر نگاه کنید روسیه دولت ابرقدرت بگم اقتصادیاتش در جای و ولادیمیر پوتین کوشش میکند که همین دولت هایی که ما زندگی این هم مثل همون دولت خودش هم ترقی کرده، ما بهبودی مثل زواد و فابریکا و کار که مردم ما مثل که قسمان هم بیکار هستن همه صاحب کار میشوند. نه یقین در تاجیکستان، بلکه ازبکستان، قزاقستان، قزاقستان اساس من همین قدر این آدم مثل یک سرکار است که همه را جمع کرده با ترتیب آوردن کوشش میکند. هم فکر میکنم من. اما در حالی که مردم عادی با وجد درباره رئیس جمهور روسیه صحبت میکنند، تحلیلگران تاجیک به این میاندیشند که آیا کدام عامل‌ها ولادیمیر پوتین را در ذهن مردم عادی در پهنای پسا شوروی از جمله در تاجیکستان چنین محبوب نگاه می‌دارد. یک دلیل اساسی به باور بسیاری‌ها تأثیر پروپاگاندای تلویزیون‌های مسکو است و مردم در تاجیکستان که اخبار دنیا را اساساً از همین تلویزیون‌ها تماشا می‌کنند مثل زامبی پوتین را می‌پرستند و اشتباه‌ها و کوتاهی‌ها در سیاست او را تا جای می‌توانند نادیده می‌گیرند. با تبلیغ رسانه‌های روسی هم می‌شود گفت که از پوتین یک شخصیت واقعی ساختن، اما عملکرد یعنی عمل‌هایی که پوتین در سیاست فعلی دنیا انجام می‌دهد پوتین را برای عامه بیشتر محبوب می‌سازد. برای عامه عوام را در نظر دارم، نه جهانی سیاسی را. در کشورهای مشترک المنافع بسیار معروف است. مثلا موجهات دیگری شخصیت وی در آن است که با خلق خودش و دیگر خلق ملت‌هایی که هست و یاری می‌رساند. مثلا دست یاری طلب می‌کنند. بسیار کشورها از وی یاری طلب می‌کنند. تبلیغ یا پروپاگاندای پوتین هنوز سال 1999 از زمان نامزد به تخت رهبری پیشین روسیه باریس یلتسین شدن او آغاز یافته، کرمل از هر فرصت برای ساختن ریتینگ یک رهبری کامیاب و محبوب از شخصی وی استفاده می برد. احیاگر SSR، غالب جنگ دوم چچنستان، رهبری دوراندیش، مردی که روسیه را دوباره به پا خیزاند. این است یک فهرست کوتاه صفاتی که مطبوعات رسمی روسیه به پوتین نسبت می‌دهد. حالا ریتینگ سازی از پوتین یک گونه مانند به تبلیغ ستاره‌های هنر را گرفته است. پوتین سوار اسب، پوتین هنگام سیروگشت با سگ‌هایش، پوتین سوار دلتاپلان یا ماشین لادا کالینا، کشف کوزه قدیمه از سوی پوتین از زیر بحر، سابقه گوشتی جدا گرفتن پوتین، دیدارهای او با این یا آن ستاره هالیوود و حتی آوازه‌ها درباره مناسبت‌های رمانتیکی پوتین با ورزشگر شناخته الینا کابایوا و جدا شدن او از همسرش لودمیلا، این همه تنها هزومه شد که دیگ تبلیغ شخص رهبری روسیه را فروزان نگاه می‌داشت. و امروز حتی بحران خونین اوکراین تلاشی به اصطلاح طرفدارانش از سر زانو به قدش راست کردن روسیه و احیای مقام ابرقدرتی این کشور در صحنه جهانی و نفوذ طلبی های مسکو در گوشه های گوناگون پسا شوروی همچون بخشی از این بازنگری سیاست های مسکو هم وسیله شده که به آتش ریتینگ پوتین گویا روغن میریزد. اما با گفته یک همصحبت ما، روغن در هر صورت روغن و آتش است، یعنی سوزنده تا سازنده. همین قابلیت راهبری بحرانی بودنش به اندیشه من سبب شده است که پوتین و رژیم او
گویم ساختاری او کوشش میکند روسیه رو همیشه در یک حالت بحرانی نگه دارد. مثلا مبارزه ها با اروپا، مبارزه ها با مهاجران، خب در معنی یک پرابلم هایی را ساخته و در ظاهر یا در اصل روسیه رو به یک حالت بحرانی یا نیمه بحرانی باید مواجه کند تا اینکه قابلیت راهبریت خود را نگه دارد. یک دلیل هواداران پوتین علیه مخالفان او در تاجیکستان این است که حاکمان غربی در عراق و افغانستان برای مثال کمتر از تاخت‌وتازهای پوتین و روسیه در اوکراین بدادی نکردند که امروز جهان همه تنها از گریبان رئیس جمهور روسیه بگیرد. در جهان غرب واقعا هم مشکلات با ریتینگ پوتین وجود دارد و از پوتین یک شخصیتی واقعا هم گویا یورشگر را با نظر میگیرند. اما اگر وقتی که با پوتین شخصیت‌های دیگر را قیاس بکنیم معلوم می شود که فقط پوتین در این نظرسنجی تنها نیست. از طرف دیگر مردم عادی پوتین را با حاکمان دیگری اکثرا خودکامه در پهنای پساشوروی قیاس میکند و از تبلیغات کرمل میداند که به فرق از حاکمان آنها پوتین با همگی 100 متر مربع منزل خصوصی و یک ماشین کهنه نیو و یک ماشین از آن هم قدیمتر گاز 21 چقدر خاکسار می نماید. بخشی میگویند که تنها مسکو یعنی باز هم پوتین همچون رزبالشک اساسی در شوروی سابق میتواند حاکمان دیگری پساشوروی را که قدرت را به یک منبع ثروت‌گنداری روی راست خود و نزدیکان خود تبدیل داده‌اند لجام بزند و یک عدالت نسبی را در این قلمرو برقرار کند. اما با عقیده جانب دیگر نباید زیاد امیدوار شمشیر عدالت پوتین شد، چون که او با آنکه 15 سال باز قدرت را در روسیه در پنجه‌هایش سخت نگاه می‌دارد و به کسی سپردنی نیست، کیها هم طبق باقی حاکمان خودکامه این قلمرو شده است. یک دیکتاتور است، یک رئیس جمهور خودکامه است در لباس نو و این است که رئیس جمهور پوتین همیشه با خودکامه ها کار دارد. یعنی این را ما میبینیم در آن میبینیم که او یعنی خودکامه ها را در آسیا مرکزی پشتیبانی میکند و از آنها حمایت میکند. اما هواداران پوتین دیگران را شرم می‌دارند که نباید به نمکدان توف کرد. منظور آنها روسیه است که صدها هزار مرد کار تاجیک را جای کار و معاش می‌دهد. خب اگر در قیاس با تاجیکستان بگیریم، محبوبیت پوتین تا آنجایی است که در تحول در تخیل مردم ما همون یک اندیشه پابرجاست که بیش از 2 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه به سر میبرد و این روسیه و پوتین است که برای مردم تاجیک یک جای کار فراهم میکند، مشکلاتشون حل میکند. اما همین دلیل ارتشی به یک حساب 1 میلیون و به حساب دیگر 2 میلیون مهاجران تاجیک در روسیه با باور منتقدان نباید سبب چنین محبت فوق‌العاده مردم تاجیک به شخص پوتین میشد. با عقیده این گروه عذاب و مشقت مردکاران تاجیک در روسیه، افزایش حس بیگانه بدبینی مردمش و از ظهور گروه‌های قومگرا یا به اصطلاح اسکینهدها که نیز محصول دوران رهبری پوتینند و همینطور وعده در روی کاغذ مانده پوتین از سال 2004 که برای ساختن نیروگاه راغون و 2 کارخانه علومی سازی دیگر در تاجیکستان قریب 2 میلیارد دلار سرمایه وعده داده بود و اجرا نکرد، باید برعکس سایه محبت پوتین را از دل مردم تاجیک میتراشید. مسئله دیگر به نظر بسیاری ها نبود سیاستمداران قدرتمند در خود تاجیکستان است و برخی از همین بی‌عمکی پوتین را عمک گرفتند. فکر میکنم در برابر اون مشکلی هایی که مهاجران تاجیک دارد و حکومت پوتین برای این مساعدت هم میکند تو اندازه همچنین یک عامل اساسی که میتواند آبروی یا محبوبیت پوتین در تاجیکستان تا اندازه پس پرده ببرد، این پیدا شدن یک شخصیت قوی سیاسی است. در هر صورت با باور اهل نظر در تاجیکستان هیچ چیز در زیر چرخ گردون ابدی نیست و محبوبیت پوتین هم میتواند امتحان وقت را نگذارد. عامل‌های چون ادامه تعقیب و اذیت و اخراج مهاجران تاجیک از قلمرو روسیه، افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی مسکو بالای تاجیکستان به خاطر تحمل خواستهایش و یا شکست سیاست او در اوکراین میتواند در نهایت بالای میزان محبوبیت پوتین هم تأثیر گذارد. امروز که جدایخواهان تحت حمایت مسکو در شرق اوکراین طبل پیروزی میزنند، این بدگی محبوبیت پوتین گوشت بیشتری علاوه کرده و او را رهبر قدرتمند نمودار میکند.
که به باور طرفدارانش غرب را به زانو شینانده و نظام جهان را تغییر داده میتواند. اما رفت و در اوکراین جدایخواهان زیر چتر روسیه شکست خورند، این قرطه میتواند خیلی به آسانی مقابل پوتین بازی کند. همین طور با گفته همصحبتان ما ادامه تعقیب و فشار مهاجران تاجیک و افزایش موردهای کشتار این مردکاران در روسیه میتواند قرطه پوتین پرستی را که حالا در تاجیکستان اینقدر پرطرفدار است تماما به طرف دیگر تاب دهد. طبق نظرسنجی لودا سنتر با اولین تاثیر تحریم‌های ضد روسیه به بازار خوراک، ریتینگ پوتین در این کشور از 87 تا 84% پایین آمده است. در هر صورت ریتینگ هر نفر از جمله اعتبار کنونی پوتین بیشتر میوه برداشت‌ها و تأثیرات احساساتی مردم عوام است و خیلی زود میتواند از فرش به عرش پرواز کند و یا برعکس از عرش به فرش بیفتد. و تنها تلاطم بعدی حادثات نشان خواهد داد که پوتین امروز اینقدر محبوب با چه عنوان نامش را در صحیفه های تاریخ درج خواهد کرد. همچون ولادیمیر نجات بخش که هوادارانش او را صفت میکنند و یا همچون آدولف هیتلر دوران ما، تشبیهی که حتی از زبان سیاستمدار معتبر چون هیلاری کلینتون صدا داده است.